هلو اومده چیکار کرده؟ گفتم دیگه یه دونه ساخته دی قسمت دارایی ها، میگه آقا مثلا شما 1,000,000 حساب های دریافتنی داشته باشین، 200,000 تومان حساب های پرداختنی داشته باشین، ما دیگه نیم جداگانه توی ترازنامه بیاریم، یه راست یک جا بشه 800,000 حساب های دریافتنی سمت راست. یا اگر بستانکاران بیشتر از بدهکاران بود، همون سمت راست ترازناممون به صورت منفی بیاد. خب این یک از لحاظ حسابداری اصولی نیست، ولی چون کارو نرم افزار هلو میخواد برای کاربر راحت تر کنه، این پیشنهاد داده به کاربر. کاربر یه خواست به صورت حرفه‌ای کار کنه. خطای من به شما افرادی هستین که به صورت حرفه‌ای میخواین نرم افزار هلو رو کار کنید دیگه. پس قبل از اینکه طرف حساب بزنید میایین توی تنظیمات نرم افزار هلو، توی طرف حساب ها امکان ثبت کد حسابداری طرف حساب رو فقط کافی تیک بزنید. همین. وقتی این کار رو انجام بدین، تایید کنید، برین توی طرف حساباتون، وقتی مثبت میزنید میبینید بدهکاران جدا شد، بستانکاران جدا. اونجا فقط یک کد 103 بدهکاران بستانکاران اومده بود دیگه. مثلا من اینجا وارد میکنم مرتضی رهبر و اینجا میتونم مشخص کنم آقا این شخص قبل از اینکه من بیام اینجا به اون حسابدار استخدام شم جزء بدهکاری بود یا بستانکاری. اگر من بدهکاری رو بزنم اتومات خودش کدش اینجا قرار میده و میتونم اینجا مبلغ تراز نسبی بدهکاری، مثلا چقدر بدهکار بود 10,000,000، میتونم اینجا وارد کنم و تایید کنم. الان برم توی سرفصلام، میبینم که مرتضی رهبر اینجا نشسته. اینم که بدهکاران بستانکاران هست اینجا باید اصلاح بشه. بچه ها میخواین حرفه‌ای نرم افزار رو کار کنید. الان بستانکاران جدا توی 401 به عنوان بدهی ها نشسته، بدهکاران هم جداگانه باید بیاد اینجا، نه بدهکاران بستانکاران. پس روش وای میستم، این پایین اصلاح نام داره و این بدهکاران بستانکاران رو پاک میکنم، میشه بدهکاران. الان درست شد. الان هر آدمی که طلبکار باشه جاش اینجاست. قسمت چپ ترازنامه، قسمت بدهی ها. اصول حسابداری قطعا بلدین. ترازنامه سمت راست دارایی هامونه، سمت چپ بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، همون حقوق مالکانمون هستش. از طرف حسابات جا نمونیم. این طرف حساب ها مشخصات مالی میتونید درصد تخفیفی که همیشه به مرتضی رهبر میدید رو بزنید. تعریف نوع حساب خریدار یا فروشنده است، دلال، حساب بانکیشو اینجا مثبت بزنید، تعریف کنیم. همه اینها رو ما به صورت تخصصی توی دورمون داریم و حساب بانکیتون هم شما به ترتیب بانک هایی که دارین تعریف میکنید، افتتاح حساب میکنید، مشخصات بانکتون رو وارد میکنید و اگر مانده‌ای داشتهش توی صندوق. ببین بچه‌ها اینجا صندوق و تنخواه‌گردان خود سیستم اتومات بهتون داده. اگر من اینجا بانک تعریف کنم، یه بانک من تعریف میکنم، حساب بانکیمون مثلا بانک ملی، حالا هر بانکی با این شماره حساب، اگر من تایید کنم اینجا صندوق بانک رو بزن، حساب بانکی من میاد. حساب بانکی مثلا الان مانده حساب بانکیم 10,000,000، اینجا من وارد میکنم حساب بانکیمو، یا همینطور صندوق و تنخواه رو دونه دونه وارد میکنم. دریافت چک و پرداخت چک، تمام چکایی که دادیم و گرفتیم هنوز سر رسیدشون نرسیده هم من اینجا به ترتیب به صورت سطری مشخصاتش رو وارد میکنم. بعد از این کار انتهای عملیات اول دوره میخوره. انتهای عملیات اول دوره که بریم وارد محیط اصلی بشیم. نرم افزار هلو میگه با اینا موافقی؟ با تاریخ سند افتتاح موافقی؟ تایید. البته هر اشتباهی هم کرده باشیم توی مرحله اصلی قابل اصلاح ها، نگران نباشید. اینجا خط آخر هم ببینید در صورت تایید سند افتتاحیه جهت اول دوره به شماره سند 1 صادر میشه. اوکی، بسته میشه نرم افزار. ما مجددا وارد نرم افزار هلو میشیم. ببینید بچه ها، الان تازه ما میتونیم فاکتور بزنیم، سند بزنیم، امور مالی، چک، تولید و اگه بخوایم گزارش هم بگیریم، حسابداری، گزارش اسناد به صورت معمولی میتونیم از سند افتتاحیه‌مون گزارش بگیریم.
این سند افتتاحی همونم بزرگش کنم. بانک، حسابهای دریافتنیم، موجودی انبارم، جمع اون محصولاتی که تعریف کردم، بدهکار، تراز افتتاحی بستانکار. و چون بدهی نداشتم کلش شده سرمایه. معادله حسابداری دارایی ها مساوی بدهی به علاوه سرمایه. وقتی من بدهی ندارم میشه دارایی مساوی سرمایه دیگه. سرمایه همون میاد سمت چپ، خود سیستم اتومات این کار انجام میده و تراز افتتاحی بدهکار میشه و معادله حسابداری برقراره و آغاز سال مالیمون مثلا از امروز شروع میشه و من میتونم فاکتور بزنم. حالا خیلیاتون سوالی پرسیم که ما میخوایم خودمون تمرین کنیم باید چیکار کنیم؟ من برای تمام این آموزش ها به این صورت براتون سوال آماده کردم. سند افتتاحیتون، فاکتورهاتون، امور مالی، وصول چک، صدور سند، تولید، بحث گزارشات، بحث اصلاحات، همه اینها رو شما آشنا میشین باش و پروژه‌ای حل میکنید. اگر هم خب شاید سوال باز هم پیش بیاد که خب این به صورت کاغذ هست، شاید ما رفتیم سر کار به صورت کاغذ در اختیار ما نذارن و قطعا این اتفاق نمیفته. شما اگر به این سر کار به این صورت کارفرما نمیاد بگه این سند افتتاحیت این اطلاعات رو وارد سیستم کن. این برای آماده شدن شما هست و این که راست و چپ نرم افزار رو یاد بگیرید. ما برای پروژه اصلی شما به این صورت پروژه آماده کردیم که شما داخل منزل میتونید با نرم افزار هلویی که دارین روی سیستمتون نصب کردین به این صورت پروژه‌ای هستش که ما به صورت عکس براتون آماده که مثلا الان پرینت حساب بانکیه. شما طبق این پرینت حساب بانکیتون از سند افتتاحیه شروع میکنید، بعد از اون شروع میکنید به زدن فاکتوراتون. مثلا این فاکتور خریدتون هستش، میبینید یه فاکتور کاملا واقعی هست. این فاکتور مشخصات شما، مشخصات طرف مقابل هستش، یعنی همین فاکتور رو شما سر کارتون خواهید دید. یا مثلا قبض آب و برق و گاز، رسیدهای خرید و فروش که پولایی که دریافت میکنید و پرداخت میکنید، فاکتور خدمات، میبینید این یه فاکتور خدمات هستش، کالا نیستش. همه اینها رو به صورت پروژه شما کار میکنید. انواع هزینه‌هاتون هستش، ما از همه هزینه‌ها عکس میگیریم براتون میفرستیم. حالا اگر دوست داشتین از همه اینا پرینت میگیریم میذارین داخل زومکن. این اطلاعات یک سال مالی یک شرکت هستش که به صورت خلاصه تر با اشل کوچیکتر ما در اختیار شما میذاریم. اما از هزینه حمل، پیک، قبض آب و برق و گاز هستش. با همه اینها شما آشنا میشین. فاکتورهای فروشتون، فاکتورهای خریدتون به این صورت هستش که فاکتورهای کاملا واقعیه که توی اکسل طراحی شده در اختیار شما قرار داده میشه. حقوق و بیمه هستش، فیش‌های پرداختی بیمه، لیست بیمه‌هاتون هستش که شما به این صورت میتونید طبق لیست بیمه، طبق فیش‌های پرداختی بیاین فاکتورهای قبض‌های هزینه بزنید و با اینها آشنا بشید. کاملا به صورت عملی میتونید اینها رو یاد بگیرین. حالا یه مقداری من توضیح بدم. مثلا شما برای زدن فاکتورتون، خب ما کالا طرف حساب بانکی رو یاد گرفتیم. بچه من اینکه به سرعت دارم از اینها رد میشم، اینها باز هم میگم ما روی هر گزینه، مثلا روی فاکتور تقریبا 1.5 ساعت آموزش داریم. مثلا این فاکتور خرید، پیش فاکتور، فروش، امانی چیه، برگشت از خرید، فروش، ضایعات، هر کدومش جداگانه هست. فقط صرفا جهت آشنایی. مثلا میخوام بفروشم به کی؟ به مرتضی رهبر. نام کالا اسپیس کل کالایی توی انبارم میاد. میبینید کالایی که تعریف کردم، انتخابش میکنم. حالا چجوری سرچش کنیم؟ همه اینها نیاز به آموزش تخصصی تر داره. 10 تا توی انبار شما هست، یه دونه میخوایم بفروشین. میبینید بچه‌ها 2 تا قیمت فروش بر من اومد. یه دونه گفتم 2 تا قیمت فروش میتونیم تعریف کنیم یا 10 تا قیمت فروش. الان میگم این قیمت فروش رو میخوام. اینتر کالای بعدی. حالا تایید که بکنم میره تو تصفیهش. مرتضی رهبر به چه صورت میخواد با شما تصفیه کنه؟ داستان ارزش افزودهش چی میشه؟ تایید میکنم. تخفیف میخوایم بهش تعلق بگیره، وارد میکنیم
و اینجا کل مبلغه. حالا مرتضی رهبر میخواد نقد به ما پرداخت کنه یا کارتخوان هست. حالا این کارتخوان به چی فعال میشه؟ توی حساب بانکی یه تیکه کارتخوان هست که میذاریم فعالش میکنیم. چک میخوایم بگیریم ازش، خرج چک هستش که این البته برای خرید هست که ما میخوایم چک خرج کنیم برای دیگران. تخفیف بخوایم در نظر بگیریم. اگر نسیه هست و بعداً میخوایم این پول بگیریم ازش، میتونیم این مبلغ رو 239,800,000 که باقی مونده رو اینجا وارد کنیم، نسیه باشه و بعد تایید کنیم. حالا این مبلغ نسیه رو میتونیم قسط بندی کنیم، اعمال قسط کنیم و بعد تایید. حالا ما این فاکتور رو میزنیم. این فاکتور چه تأثیر روی سود و زیان ما داره، روی ترازنامه ما داره، طرف حسابمون رو کجا بریم گزارش بگیریم، گردش کالامون کجا هستش. تمام اینها توی دوره آموزشیمون هست. یه اپراتور ساده هم میتونه این فاکتور رو بزنه، ولی این که ما بیایم گزارش بگیریم که آقا این فاکتوری که ما زدیم توی حسابداری سود و زیانمون چه اتفاقی براش افتاده. تو گزارش حسابداری نمایش سود، حالا میزان کل سودان در نظر میگیرم، این سود و زیان ما تشریح میکنیم. میبینید مجده اول دوره چیه، خریدامون چی هستن، پایان دوره از کجا اومد، کالای فروش رفتمون به چه صورتی به دست میاد، فروش از قیمت تمام شده کم کنیم سود اون به دست میاد، هزینه و درآمدها اضافه و کم تا سود خالصمون. حالا این سود کجا توی ترازنامه کاربرد داره؟ گزارشات حسابداری، نمایش ترازنامه‌مون، کل ترازنامه یا تراز آزمایشیمون چه اتفاقی براش میفته. یه حسابدار بعد اینها رو تحلیل کنه تا حسابدار بشه، و یعنی اینکه بیایم با مس فاکتور بزنیم کالا بزنیم و که اینا همه به راحتی میتونن یاد بگیرن. این ترازنامه شما، این همون سود و زیانی که بهتون نشون دادم، اینها همه به صورت ریز موشکافانه آموزش داده میشه به شما. بحث سنددستی، پروژه سنددستی هم داریم، عرض هم خدمتتون دیگه. ما اینجا سنددستی آماده کردیم. این سندها اتفاقایی که توی کار رخ میده و شما اینها رو باید صدور سنددستی بزنید. چی بدهکار میشه، چی بستانکار میشه، توی سنددستی آموزش شده میشه بدون. و تو جلسه سنددستی در تو درختواره حسابها سرفصل جدید، همونی که بهتون گفتم، توی جلسه سنددستی تقریبا ما یه نیم ساعتی رو تک تک این حسابها چیا هستش، این پیش دریافتا چیا از جاری شرکا که کجا کاربرد داره، همه اینها رو شما یاد خواهید گرفت. تمام این کدینگ ها و اگه بخوام حسابی اضافه کنیم کجا به چه صورتی میتونیم معین یا تفصیل وارد کنیم، اینها رو یاد میگیریم. میگم فقط صرفا میخوام با کلیات نرم افزار هلو آشنا بشیم. امور مالی، ما نخواهیم سنددستی بزنیم، دریافت و پرداختمون به صورت اتومات باشه، میایم توی امور مالی. مثلا یه پولی رو از بانک ما میخوایم به صندوق انتقال بدیم، میتونیم سنددستی بزنیم بگیم آقا صندوق بدهکار، بانک بستانکار، ولی امور مالی هم همون کار رو انجام میده. ادامه، از بانک به صندوق مبلغ 1000 تومان، ادامه مبلغ تکرار میشه با اسپیس و تایید میشه. الان خودش سنددستی میزنه نرم افزار، صندوق بدهکار، بانک بستانکار. حالا اینو بهتون یاد میدم که ببینید صندوق بدهکار شد، بانک بستانکار. حالا اینکه کی ما تو امور مالی کار کنیم، کی سنددستی بزنیم، یه مقدار جای تحمل داره و وقت بیشتری نیاز داره برای آموزشش. یا وصول چک، تمام چک هایی که گرفتیم و پرداخت کردیم چه بلاهایی سرشون میاد، یه چک رو دریافت میکنیم یا میتونیم بخوابونیم به حساب بانکی، یا میتونیم این چک رو خرج کنیم که تو امور مالی میتونیم این چک رو خرج کنیم، یا اینکه خوابونیم به حساب، پول تو حسابمون شخصی چک برگشت میخوره و ما باید پس بدیم به طرف حساب، یا اگر یه چکی رو خرج کردیم چجوری برگشتش بزنیم. تمام این خط به خط بلاهایی که سر چک میتونیم بیاریم و اینجا هست. و علاوه بر اون وقتی ما یه چک رو میخوابونیم به حساب بانکی چه سند حسابداری میخوره، چه تأثیری توی ترازنامه‌مون داره، همه اینها توی دوره تخصصیمون وجود داره. و بحث تولید و محاسبه قیمت تمام شده یه محصول که ما فرمول تولید میدیم
و بعد تولید طبق فرمول میزنیم، یا میتونیم جداگانه یه محصول بزرگ رو بخوایم تولید کنیم گزینه تولید رو بزنیم که این تولید ما نیاز به سروار داره، تمام بحث هزینه‌های ثابت و متغیر یا سروار ثابت و متغیر، دستمزد مستقیم و غیر مستقیم، چه هزینه‌های دیگه نیاز هستش، به چه صورتی محصولات اولیه وارد کنیم تا به قیمت تمام شده برسیم. همه اینها توی دوره تخصصیمون هست و خط به خط گزارشاتی که اینجا شما مشاهده میکنید، هم گزارشات اینجا هم گزارشات بالا و اصلاحات. هر اشتباهی که کردین قابل اصلاحه. به چه صورت؟ مثلا ما اول دوره رو اصلاح میخوایم بکنیم، اصلاحات اول دوره، آیا کالاهای اول دوره است، آیا اشخاصمون هستن. مثلا مرتضی رهبر اشتباه ما زدیم بدهکاره اینقدر، مثلا 10 میلیون ریال، 10 میلیون بود دیگه، روی مرتضی رهبر 10 میلیون مثلا میشه 5 میلیون، اصلا بدهکار نبود، بستانکار بود، تغییرش میدیم. به همین راحتی میتونی اطلاعات اولیت رو اصلاح کنی و همینطور ما بقیه ماجرا. خب این نرم افزار هلو کد جامع هستش و خب خیلی قابلیت های دیگه داره. عملیات مالی، بحث انبارگردانی هستش، انتخاب گروه حساب ها، ادغام اسناد، تبدیل اسناد موقت به دائم، کی اتفاق میفته، مراوده های ارزیمون که اتفاق میفته، بحث انبارگردانیمون، کالای امانی که دریافت میکنیم یا پرداخت میکنیم. البته خود فاکتور هم بود ولی توی فاکتور فقط کالای امانی پرداختی بود، کالای امانی دریافتی نبود. اینکه سفارشات خرید و فروشیه، همه اینها به همراه نمونه سوالها و پروژه ها در اختیار شما قرار داده میشه. پس این یه آموزش مختصر مفید برای اینکه آشنا بشیم با نرم افزار و اینکه نرم افزار اگر تهیه بکنید، داخل منزل نصب کنید، از پروژه های ما استفاده کنید و از آموزش های ما، بهتون قول میدم هیچ سوالی توی نرم افزار هلو براتون باقی نمونه. اگر هم 1% این سوال براتون باقی مون، تیم پشتیبان ما حامی شما هستش برای رفع ابهامات شما. هر لحظه تو محیط کارتون به مسئله برخوری میتونید از این پشتیبانی ما استفاده فرمایید. امیدوارم که رضایت کامل داشته باشین و براتون مفید واقع شده باشه. خدا یار و نگهدارتون.